سلام دوستان، تو این ویدیو میخوایم با هم ایردراپ کیفول بیتگت رو بررسی کنیم. کیفول بیتگت به یک سری از فعالیت هایی که حالا با کیف پولاتون داشتین اومده یه سری امتیاز داده و یه سری پوینت در نظر گرفته که شما میتونید از سایتی که اعلام میکنیم چک کنید و با روشی که هستش این پوینت ها رو کلیم کنید. قبل از ادامه یادتون نره ویدیو ما رو لایک کنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید و برای اطلاع ویدیو بعدی حتما نوتیفیکیشن هم روشن کنید. خب زمانش رو که اینجا نوشته چقدر حدودم مونده و شما کاری که باید بکنید میاید اول حالا هر کدوم از آدرس ها مثل EVM تون که حالا برای متاماسک مثلا مثالش میتونه باشه ترون، سولانا، هر کدوم از آدرس هایی که دارین و حالا اینجا میتونید چک کنید ببینید که کدوم امتیاز گرفته و چه امتیازی بابتش دارین. فعلا فعالیت هایی که حالا یه سری چیزایی که من میدونم اعلام کردن برای کسایی که از پندل استفاده کردن میتونن امتیاز برشون در نظر گرفتن و حالا چیزی که جدیدن اعلام کردن برای یه سری افراد که روی در اصل خود ممکوینا در اصل ممکوینا اومدن فعالیت داشتن یا خرید و فروش کردن و یه مقداری بالاتر، فکر میکنم $100 بود اگه اشتباه نکنم، بالاتر خرید و فروش کردن امتیاز در نظر گرفتن. حالا میتونید آدرس مختلفتون رو اینجا چک کنین دیگه. بعد که حالا آدرس رو چک کردین باید بیاین اون کیف پولی که شامل شدین رو ایمپورت کنین داخل خود اپلیکیشن بیتگت روی موبایل. حالا بس ما اینجا چک میکنیم، آدرس رو اینجا پیست میکنید و چک رو میزنید، مقدار پوینتی که دارین رو حالا بهتون نمایش میده. بعدش باید اپلیکیشن کیفول خود بیتگت رو دانلود کنید از پلی استور یا اپ استور دانلودش میکنید و حالا ادامهش من نشون میدم به چه صورت هست. خب من اپلیکیشن رو دانلود کردم، وارد این قسمت میشم، میایم باز میکنیم خود کیفول بیتگت رو. شما باید چون امتیاز حالا روی اون کیفولتون گرفته شده باید حتما ایمپورت کنین اون کیفولتون رو، کاری که حالا باید انجام بدید. حالا من اینو میزنم create a wallet رو که بزنین که حالا یه کیفول جدید میسازه. حالا اگر که اصلا کلا فقط میخواین از بیتگت استفاده کنید و پوینتاش حالا به نسبت فعالیت یه سری فعالیت مثل اینوایت کد و اینا هم در نظر گرفته، اگه میخواین از اون استفاده کنید که میتونید اینجا این کار رو انجام بدید، اگه نه اینجا ایمپورت والت رو بزنید و اینجا اگری. خب اینجا باید شما معمولا چون با پرایوت کی یا با خود اون فریز هایی که برای 12 تا فریزی که برای کیفول هست ایمپورت میکنیم این قسمت رو انتخاب میکنیم، یه پین کد انتخاب میکنیم. بعد از اینکه حالا پین کد رو وارد کردین اینجا باید یا پرایوت کی یا اون 12 تا فریزی که برای کیفولتون هست اون رو اینجا وارد کنید. من برای یکی از کیفولام وارد میکنم و ایمپورت میکنم. خب من ایمپورت کردم کیف پولمو، اینجا میگه که حالا اون مینتتون انتخاب کنید. حالا یکی رو انتخاب میکنم، به مثال اتریوم انتخاب میکنم و کانفرم میکنم و صبر میکنم تا وارد کیف پولم بشه. خب بعد از اینکه کیف پول رو ما وارد کردیم، حالا چون اینکه فضای کلیش هست میتونید حالا ببینید این قسمت کیف پولمون رو نشون میده و حالا یه سری مواردی که اینجا هست مثل سند و ریسیو و باقی مواردی که هست. حالا برای کلمه امتیاز باید چیکار کنیم؟ میایم اینجا این قسمت رو انتخاب میکنیم و صبر میکنیم حالا این قسمت باز بشه. خب اینجا که وارد شدیم میایم کلیم ایردراپ رو میزنیم تو این قسمت که باز شد و یه ساین از ما میخواد، ساین رو میزنیم. پسورد میخواد، پسوردم من وارد کردم. اگر که اینجا حالا امتیاز اونجا چک کرده بودین داشته باشین شما میتونید کلیم کنید و امتیازتون اضافه میشه. اگر هم که حالا الیجیبل نبودین اینجا اگر خود ارن رو بزنیم دوباره وارد ارن بشیم نوشته که با چه حالتهایی میتونیم ما حالا در اصل امتیاز بگیریم. مثل حالا یوزرها رو میتونیم اینوایت کنیم، اینویتیشن کد بهمون میده میتونیم اینوایت کنیم. با سواپش که میگه که هر $100 سواپش 10 تا امتیاز میده به مقدار 100 امتیاز توی روز.
و 2 امتیاز هم برای هر $500 که داخل کیف پولتون داشته باشین، داخل والت داشته باشین، میتونین دریافت کنین که اونم 20 امتیاز سقفشه توی روزانه. اینجا هم که حالا لیدر بوردشه، امتیازایی که حالا افراد اینجا داشتن. اینو چک کنید، حالا ببینید اگر که خواستین روش فعالیت کنید که میتونید فعالیت کنید. اگر که امتیازی هم داشتین و الیجیبل بودین برای خود امتیازهاش که اونا رو حتما کلیم کنین و دریافت کنین. ممنونم از توجهتون.